و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. این آیه اشاره به 2 نفخ صور میکنه که ما 2 تا نفخ صور داریم، یکیش که اسرافیل است میدمد همه میمیرن، و یه نفخ صور است که به اراده الهی انجام میشه چون همه میمیرن. بله. خود اسرافیل هم بعد به امر خدا میمیره. در بعضی نقل ها داره وقتی که اسرافیل در صور میدمد همه آسمانیان و زمینیان میمیرن الا خودش و جبرائیل بله. و میکائیل و حمله عرش الهی که ملائکه هستن، حمله عرشن که در روایات از 8 تا ملکن که اینها با ذکر نام اهل بیت علیهم السلام و با نام پیغمبر و آل پیغمبر این عرش عظیم الهی رو برداشتن. بینندگان گرامی، ملاحظه فرمودید که این حجت الاسلام 2 نفخ صور را بیان نموده. نفخ اول را به اسرافیل علیه السلام نسبت می دهد و نفخ دوم را به مشیت و اراده الهی. آیا چیزی در این گیتی بدون اراده و مشیت الهی انجام می گیرد؟ الله متعال می فرماید ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام و در صور دمیده می شود. پس همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند می میرند مگر کسی که الله بخواهد و آنگاه دوباره در آن دمیده می شود و ناگهان همگی در حالی که نظارگرند به پا می خیزند. و نیز این شخص وظیفه جدیدی را که از آن در قرآن و سنت صحیحه هیچ نامی برده نشده برای حاملان عرش بیان می کند و آن هم ذکر نام اهل بیت علیهم السلام و برای اینکه این عقیده باطل خود را تقریر کند به یک روایت بی آدرس و دروغ و مخالف قرآن استدلال می کند. اما الله متعال در مورد حاملان عرش چنین می فرماید: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فرشتگان حامل عرش و فرشتگانی که پیرامونش هستند پروردگارشان را ضمن حمد و ستایش به پاکی یاد می کنند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می خواهند و می گویند ای پروردگارمان همه چیز را به مهر و دانش در بر گرفته ای. پس کسانی را که توبه کرده و از راه تو پیروی نموده اند بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ حفظ کن.